من دارم کیک میخورم. دیدم خوشم نمیاد کرده. بعد دیگه اول تو شرف نمیشه حامد بود. خیلی داشتینی که خدا به حقوق واسه منم بابا سلام، حامد تبریزی هم کنار سوگل عزیز میخوایم مرتضی رو امتحان کنیم. قرار مرتضی بیاد تو کافه، من با تأخیر وارد بشم و یه اتفاقایی بیفته که باید ببینین و لذت ببرید. حتما ویدیو تا آخر ببینید، سابسکرایب کنید، لایک و شیر یادتون نره. ببین میخوایم بکشیمش، یعنی فکر کنم قاطی باتی بکنه و یه کتک بکنم. واقعا اومدیم کافه پدرا واقع در عظیمیه کرج. بله که کافه‌های خوشگله. گفتم هم گفته باشه برای رفیقم اینجا پدرا. آره خیلی خوبه. خوشگله. قشنگ شده؟ برم نانا. شام. چش قشنگی کی بودی دوستم؟ خودم. دوست بهه. نه. قشنگ افتاده؟ آره. استوری کردی؟ آره. اینجوری ویو اومده پایین. اینم ببین، اینو دیروز رفتم تو کوفسار گرفتم. عاشق خودم شدم. عاشق خودم. از مربینام بهت نشون بدم. باشگاهتونه؟ آره. از همشون قشنگ‌تر خودت. ماشاءالله هزار الله اکبر. درود به خدا دیوونه، خیلی قشنگی. اینا کجا از زیبا افتادن؟ عاشقم نشدی؟ طور امام حسینی. به به. سلام حامد. سلام. بفرمایید. قربون شما عزیز، ببخشید دیر که نکردم. نه بابا سلطان شرمنده، چون من تو ترافیک گیر کرده بودم. تنها اومدی؟ آره آقا مهدی من تو جلو در رسوند و رفت تو باغ که 10 دقیقه میشه از نه آقا رفت بالا سر احمد باشه اونجا رو تمیز کنه. شب می‌خواستیم نه شب می‌خواستیم نباشی. قربون شما عزیز. آره اتفاقا بهم گفتش که ساعت شلوغه تو باغ. عزیز من قربون شما. خبر؟ قربونت برم فدای تو بشم. شما برید سلام فداش شما. قربونت برم. چی میل داری واسه تو ببینم؟ بفرم. همه جان چی میل داری واسه بگم بیاره؟ والا من هیچی الان نهار خوردم اومدم. بهم میاد. چقدر بهت میاد. عاشقم میشی؟ وای. این چشمایت باشه ویترین گذاشتی؟ بذار باشه دیگه. به شما میاد بذار باشه. به تو خیلی بیشتر میاد. نه بذار باشه قابلتون ندارم. الان بزنم چجوریه؟ نه چیزی بزن. وای دوستم به تو هم میاد شبیه برد پیت شدی. نه بهت نمیاد اصلا. کدوم آقا میاد یا نمیاد؟ بفرم خواهش می‌کنم. شما انجام میدیم داستان رو داریم دیگه معروفیت دیگه ماسک تو بردار داداش. ای بابا حال شد. شما اینجوری عکس میندازن آقای تبریزی با ما عکس میندازین؟ خیلی ممنون. قربون شما فدات شم. یا نه قربون شما جان ماما که عکس نمیندازین فقط نه وای نه باشه قربون شما عزیز دلین شما روی زناتی کار جدید انجام ندادین؟ چرا یه سریال ساختم خفن. خب ماره راجع به یوتیوب هم ازتون سوال بپرسم، حالا یه خورده دیگه میام اون ور با هم صحبت کنیم. نشونتون بدم. آره در مورد اون صحبت کنم، در مورد اون سریال. آره یه دقیقه پیشنهاد خب قرارداد یوتیوب هم ببینم چه جوریه و اینا. یه راهنماییش کنیم. آره بفرمایید. خب وای چقدر زیبا. قربونم برا. داداش بشم من. خیلی زیبا شدم. انقدرم شیر شد. خب من برم اینجا بگم. بعدی حالا برام سریال بیار. کدومو بیار؟ سریالی که بازی کردی رو. ما تو رنگ کرده بودی اونجا سولو. کجا؟ تو اونجا خیلی. نه دیگه نورش بود. خیلی خوشگل افتاده. لنز گذاشتی من چشاتو الان دیدم. بمیاد؟ چرا خوشگل شدی. وای قربونت برم حامد. خوشگل بود یا خوشگل‌تر؟ ماشاءالله ببین سریال چطور نظر در مورد این سریال چیه؟ خب بذار من خودم نشون بدم. میخوام ادیتاش اینا رو هم ببینم جاش ایراد داره. اوکی میخوام ببینم علیرضا کمکاری نکرده. در مورد استوری خودت صحبت می‌کردم سریال نشون میدم. خب سریال رو میخوام نشون بدم. خب اگه اشکال نداره من میشه جا بجاش. نه همونجا خوبه نشون میده. میبینه دیگه چقدر. نه میبینم اصلا اونجا میبینم. چی میشد مگه؟ بیا دوست. دوست کپسول استعدادتو ببین. این اولش داره. حامد کم پیدایی یا حواسم هست. حامد جان میگم کم پیدایی. یه خورده بیشتر بیا ببینیم. چی کنه آقا 5 دقیقه بود. آره دیدم خیلی بانمک. اما شاتور ازم گرفت این سریال قشنگ نیست پدرش خیلی قشنگ بود. اصلا خدایش نگاه کنید این همه دارم زحمت میکشم، این همه
پول و هزینه فلان کن که آخر آقا بیاد به من بگه احسنم قشنگ نبود. دیوونه خیلی هم قشنگ بود. می‌خواستم چی میگم. اینم زندگی شانس منه. مثلا بهتر بازی کردی. واقعا عشقم خوب بازی می‌کرد. هم که شما از من تعریف بکنی یعنی نه واقعیت گفتم. هم خوب بازی کردی هم واقعا اینجا لباسایی که پوشیده بودی خیلی بهت میومد. خب چه خبر؟ چشات خوشگله. عزیزم من نوکرت. باش ایمیل داره بگم واسط بیارم. من والا یه دونه شما چی سفارش دادین؟ شیک؟ من یه شیک می‌خورم. من سوگل حالا شیک سفارش. من شیکمو نمیخورم هم بخوری آره من کیک میخورم نه من با خیلی زیاد بود دارم نخواست دارم میزنه خیلی شیرینه من همین کیکم بستم حامد بخوره دیگه خودت نه با هم میخوریم که آره میتونم با هم بخوریم من از شما میگم واسهتون میاره خب الان آی گارسو کجا بودی حامد چقدر دیر اومدی والله ببخش من تو خیلی منتظر شما اصلا خیلی سریع داشتم میمدم که دیر نکنم علکی نگیا وای دوستم ما تو مدلی کردی خیلی بد میاد داشتم میگفتم ما تو خیلی بهتون میاد در گوشی خیلی زشته توی جمع با در گوشی صحبت میکنی اینا من نباید بهت بگم نه اشکال من عینکی چقدر خوشگله وای خدا واقعا دست دخترونه است داری کادو نه عزیزم هم دخترونه است کادوی مادرت نیست نه عزیزم تبلیغاته دست چرا زایش میکنی بنده خدا من قبلا بهش گفتم کادوی مادرمه حداقل هماهنگ دروغ هم بیاد آقا هماهنگ شو دروغ بگو نه دروغ نمیگه یکم نه با من اصلا چیزی نگفته بودم من خودش داره در میاره من کی راجع اون توضیح داده بودم اون روز چقدر اصلا ناراحت شدم تو اون کلیپ نقشت کم بود تو کلیپ چیزه های قربونت احمد علی اونقدر ناراحت شدم نه بابا شما فقط جون بخواه تبریزی ما شما خودت خودت صحبت کنید خودتون میدونید شما در کلیپ های مسائل صحبت میکنید سوگل هم کلا کلیپ زندگی شده کلیپ دیگه خب شغل هم دارم کار میکنم پول در میارم چرا نباید زندگی باشه من نمیفهمم چرا جمع خصوصی قاطی نکن جمع خصوصی تازه یه چیزی یادم ببین یعنی نه حامد میخوام بهت یه چیزی بگم یه نفر که میاد با توی رابطه باید کاملا درکت کنه باعث بشه پیشرفت بکنی اینم شانس منه حالا یه چیز دیگه بچه‌ها میتینگ اینجا تو این مغلطه ما بلشون بچه‌ها بحثن یه میتینگ بچه‌ها ریختن قرار با هم دی بچه‌های باینر بریم کو گفتم تو هم بیاید آره فقط جسارت بچه‌ها گفتن که هیچ کی نه دوست دختر بیاره نه دوست پسر واسه آن کاریه دیگه نه همه تفریح می‌خوام نه کار نیست تفریح همه واینر و خواننده و فوتبالیست و تو با ما نمیای بیرون گوش بده دقیقه تو الان یه اولین پیشنهاد که می‌خوایم بریم میتینگ الان من پس کجا مگه با تو نمیام بیرون الان من بعد یه هفته بعد 10 بار زنگ زدم یه ساعت کار دارم زندگی دارم من چیکار دیگه باید بکنم وسط کافه چجوری باید توجه کنم سوگل جان حالا نمیدونم اولین پیشنهاد بیرون رفتن به شما میشه ما هم میاییم چی میگه هرس در میاد خدا وکیلی تو خودت میدونی وضعیت کار ما رو از صبح تا شب سر کلیپ با برقان که دیدی یخ کرده بودم اون گوشه خوابیده بودم که آخر آقا برگرده بگه شما که بعد یه هفته آره میرم پسربازی میکنم نمیام شما رو ببینم نه بچه‌ها خوبه رفیقت حامد داری میبینی خوشمزه است هم چیزی دوست داری بگیرم آره به من چی؟ بذار گلوش بره پایین به تو هم میدم بس من چی خواهدم؟ نمیخورم اولی شد به من میدادی زشته بابا چه مدلی میکنی؟ نمیخوام آقا نمیخوام بده فهمیدی چی کار میکنی؟ من دارم کیک میخورم تو میفهمی داری چی کار میکنی؟ چته؟ میبینی کاراتو؟ این از کیک دادنه خب؟ چرا میگم چه میگی بعد صحبتاتو نگاه کن عینک رو کادو بیا بعد یه هفته اومدی اصلا من تحویل نمیگیری فقط صحبت حامد کیک اونجا در مورد چه فکری کردی واقعا داداش بیاش بالا بیارم اون کیکو نه این واسه اضافه یه دقیقه من بالا بیارم اون کیکو اضافه چرا بس من با تو عزیزم اینو بده ببین سگ دو تا وسط عینک میخوام نه دقیقه وایس تو یه دقیقه وایس میبری چرا داری الان این کار میکنی؟ تو شرف من پیش حامد برد
شیرینی که خوردم اوه بزن چی میکنه ریشه من؟ چه فکری پیش من میکنه؟ پسر واسه من ریخته من فاز تو خبر واسه منم دختر ریخته اینجا صحبت نکنم. یه دقیقه وایس حامد. برو بابا. مغلطه میکنیم وسط دارم صحبت میکنم. حامد شبن چنده؟ نمیفهمم. رفت عینک منه ها. برم. عجوب نیومده. بفرمایید. خب بذار بره. آبرو تو بردی خجالت بکش. یعنی چی با دوست دخترم هری من چطوری صحبت من به من اعتماد نداری؟ داشه اعتماد داری چه من شرط من میزنه یه دقیقه کن. جان من بشین داداش یه چی بهت بگم من 2 تا واسه عینک میخرم دارش کن بذار بره. چه دوری مخفی؟ دوری مخفی بابا برو تو به امام حسین. صور از تو بعیده امام حسینی. واسه یوتیوب هم ویدیو کم دارم دوستم. برو شو. داداش تو من اعتماد نداری؟ چند خوبه بابا. بیا دیگه بیا تو به من اعتماد نداری بیا کرد؟ زیاده روی کرد بابا زیاده روی چیه؟ بیا بابا بیا اون گوشیمو جا گذاشتم. بابا بیا جانم گوشیمو بده. جان ناراحت شدم. بده اینجا حالا میگم دوری مخفی بشین ناراحت شدم. واقعا خجالت نمیگه تو بابا دختر شوخی هم حدی داره دیگه. منو دارم سوگل نگاه میکنه. میکنم میدونی که منو سوگل این رابطمون فرق میکنه. تو نباید اینجوری کنی. این دیوونه هم گشته بعد چنگ منگ انداختی اون دسته عصبی. بابا یه کیک دادم چرا اینجوری یه کیک خوردم واقعا یه اعصابش کیک ساده بود این از اصلا دستم داره میلرزه. بابا من واقعا هنگ کردم. یه دونه چیکار دارم میکنم. عاشق بچه‌ام جنگ کنه زهر مارتون امام حسین. صدا میدان داره میلرزه نکن. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره ما رو دنبال کنید دیگه بعدا ما هم صحبت کنیم دیگه واقعا عقل نداری تو. همه دارن نگاه میکنن